سلام دوستای من، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به کانال یک تا آرت. امروز توی این ویدیو قرار با هم دیگه 0 تا 100 این تابلو رو کار کنیم، پس همراه من باشید. برای اجرای این طرح من یه دونه بوم داشتم. بومم قبلا هم استفاده شده بود، روش قبلا نوشته بودم. سطح بوم رو کامل چسب به ورق طلا زدم، بهش زمان دادم استراحت کرد، چسبم که خودش رو گرفت. روی کارم رو کامل ورق طلا چسبوندم و 1-2 ساعت بعد از اینکه ورق طلا رو چسبوندم کل کارم رو لاک الکل زدم که کارم اکسید نشه. فقط چیزی که باید حواستون بهش باشه این هست که لاک الکلی که استفاده میکنید باید مرغوب باشه. برای اینکه ازش مطمئن بشید قبل از اینکه رو کل سطح کارتون بزنید یه گوشه امتحانش کنید، چون اگر کیفیت لاک الکلتون خوب نباشه کارتون همون اول کار اکسید میشه. بچه اگر یکم نور این ویدیو خوب نیست من عذرخواهی میکنم، چون اگر رینگ لایت رو روشن کنم به خاطر اینکه ورق طلایی ببینید یه نور اینجوری داریم و کار خراب میشه، به خاطر هم مجبورم که از نور طبیعی استفاده کنم. خب بچه من قبلا اومدم سطح کارم رو تقسیم بندی کردم، با مداد مشخص کردم، ولی توی ویدیو احتمالا مشخص نیست چون خطا خیلی کم رنگ هستن. میخوام این خطا رو با رنگ مشکی مشخص کنم و یه حالت کاشی به کارم بدم. یه نکته دیگه اضافه کنم، اگر توی ویدیو میبینید که ورق طلای من یک دست نیست، من عمدن این کار رو کردم به خاطر اینکه میخوام کارم در نهایت حالت کاشی قدیمی بگیره و میخواستم که خیلی تمیز در نیاد. خب میخوام این خطا رو مشخص کنم. رنگ مشکی دارم، برند رنگ مشکی من سوداکو بود، با آب رقیقش کردم، یه کمی همش میزنم که کاملا یک دست بشه. و با یه دونه قلموی سرگرد، حالا این قلمویی که من دارم استفاده میکنم برند رهاوت شماره 30 هست. میخوام خطام خیلی کج و معوج نشن، به خاطر همین از خطکش استفاده میکنم. روی همون مسیری که قبلا خط کشیدم خطکش رو میذارم و شروع میکنم یه لاین رنگ کردم. سعی میکنم خیلی منظم رنگ نکنم و یه جاهایی حجم رنگ رو بیشتر بذارم، یه جاهایی رو کمتر. میام یه جایی رو پررنگ‌تر کار میکنم و از خط میزنم بیرون، یه جاهایی رو میذارم مرتب و منظم باشه. خط کشم رو تمیز میکنم که اینو دوباره میذارم روی سطح کارم رو کثیف نکنم و به ترتیب تمام این خط هایی که کشیدم رو میام همین کار رو تکرار میکنم. خب مرزا رو که مشخص کردم، حالا میام دوباره با همون قلموی ریزم یه جاهایی رو بیشتر رنگ میذارم، مثلا این گوشه های کار رو، این جاهایی که سر برخورد به اصطلاح این کاشیا هست میخوام یه حالت شکستگی ایجاد کنم، اینا رو بیشتر رنگ مشکی میذارم. خب فعلا فکر میکنم در همین حد اوکی باشه. حالا میرم برای مرحله بعدی کار. میام یه مقداری از همون رنگی که داشتم و رقیق کردم رو میریزم روی پالت. با یه قلموی بزرگ رنگ رو یکم بر میدارم و انقدر میکشمش روی پالت که زهر رنگم رو بگیره. نمیخوام رد رنگ کامل بمونه، یه حاله از رد رنگ میخوام داشته باشم.
و میام از لبه های کار از بیرون میام به سمت داخل. فقط اینکه همه جا یه سطح نباشه، بعضی جاها رو بیشتر میام پایین، بعضی جاها رو کمتر. برای مرحله بعدی کارم من اومدم نوشتم رو اون چیزی که میخواستم روی بوم اجرا کنم رو روی یه کاغذ کوچیک اجرا کردم. بعد بردمش داخل فتوشاپ و همینطور که میبینید چیدمانش رو درست کردم. یکم سایز نوشته هام رو تغییر دادم که فیت بشه توی سایز 50-70 و در نهایت اومدم ازش یه پلات طولی گرفتم توی سایزی که میخوام، یا در واقع کپی توی سایز بزرگ. به این صورت اینو با استفاده از کاربن زرد رنگ روی سطح بومم کپی کردم. حالا چرا کاربن زرد؟ چون رنگ طلایی من با هر کاربن دیگه‌ای ممکنه خراب بشه. نمیدونم حالا چقدر توی دوربین مشخصه، ولی در حدی که یه سری خطای جزئی مثلا می‌بینید اینجاها معلومه که محدوده کار من چی هست. رنگ مشکیم رو یه مقدار خیلی کمی با آب رقیق کردم که یکم روون‌تر بشه. برند رنگی که من استفاده میکنم سوداکو هست و حالا میام شروع میکنم اون قسمت هایی که با کاربن کپی کردم رو رنگ گذاری میکنم با استفاده از قلم. میام روش رو مینویسم. قلمم رو عمود میذارم روی سطح بوم و مینویسم. خب همینطور که میبینید این برند رنگی که دارم کیفیت پوشش دهیش هم روی ورق طلا اوکیه و مناسبه. این دو قسمت دیگه نوشته‌هام رو که میخوام بنویسم یه قلم کوچیک‌تر برمیدارم. این قلم من سایزش هست شماره 8 سری 2113. بومو زیر دستم میچرخونم که اون طرف کارم رو راحت تر بنویسم.
خب الان توی بخش نوشتاریم تنها کاری که احتیاج هست بکنم اینه که یکم این فضاهای خالی اینجا رو پرش بکنم که این فرم دایره‌ای طرح من بیشتر خودش رو نشون بده و بعد میام با یه قلموی سرگرد جاهایی که حالا خط خوردگی داره یه مقدار ناصاف شده اینا رو اصلاحش میکنم. برای مرحله بعدی کار به یه عکس پرینت شده احتیاج دارم. من این عکس رو قبلا توی سایز مناسبی که میخواستم ادیت کردم و پرینت گرفتم روی کاغذ معمولی، دورش رو چیدم به این صورت. به چسب چوب احتیاج دارم. من چسب چوبم رو قبلا با آب رقیقش کردم به خاطر اینکه هم راحت تر بشه باهاش کار کرد، هم که یه مقداری شفاف تر بشه. یه نکته این وسط بهتون بگم، حتما بچه‌ها این نکته رو رعایت کنید، چون چسب چوبم رو من با آب رقیق کردم، این آبه باعث میشه که ورق طلای من اکسید بشه. پس قبل از اینکه این مرحله از کار رو شروع کنید حتما باید یه لایه لاک الکل و یا فیکساتور روی سطح کارتون بزنید. من اصلا قبل از اینکه نوشتنم رو شروع کنم لاک الکلم رو زده بودم. شما میتونید بعد از نوشتنتون اصلا به جای اینکه لاک الکل بزنید مستقیما بیاید و فیکساتور استفاده کنید که هم نوشته هاتون فیکس بشن، هم ورق طلاتون دیگه اکسید نشه. یه پلاستیک بذارم زیر دستم. خب جای طرحمو مشخص میکنم. اول حدودی من میخوام بذارمش اینجا، انگار که روی این گیه نشسته. کمی هم میتونم بدمش جلوتر، اینجا جاش خوبه. میام پشت طرحم رو کامل چسب چوب میزنم. اینقدر زیاد چسب نزنید که بعد وقتی روی کارتون برش میگردونید از دور کار پس بده. بعد بعدی بزنید که پشت کارتون رو پوشش بده. خب برش میدارم و با دقت میذارمش اونجایی که تصمیم داشتم. و با یه قلموی خشک همه جاشو محکم فشار میدم که کامل بچسبه روی سطح کارم. خب حالا برای اینکه کامل فیکس بشه یه دور دیگه روی سطح تصویرم رو چسب چوب میزنم. من میام یکم دیگه رقیقش میکنم که کامل شفاف بشه چسبم. چسب چوبی که استفاده میکنید بچه حتما برند شمال باشه که بعد از کار کاملا شفاف بشه و کارتون رو خراب نکنه. خب بهش تایم میدم تا کامل خوش بشه. تا وقتی که چسب چوب خیسه حواستون باشه دست روی سطح کارتون نکشین،
چون ممکنه که یه لایه از اون رنگ چاپ شدهتون از روی سطح کار بلند بشه. بهش تایم میدم تا خشک بشه و بعد بیام برای مرحله بعدی کار. توی تصویر اصلی من یه چند تا دسته مو داشتم که اینجا چون میخواستم دورش رو بچینم این دسته مو رو جدا کردم. حالا روی سطح کار با استفاده از رنگ اضافهش میکنم. یه مقدار خیلی کمی برنت آمبر احتیاج دارم، قهوه‌ای برنت آمبر شماره 3 از سری وستا. و از همون مشکی که داشتم بهش اضافه میکنم. اینم باز تیره دیده میشه، کاملا شبیه به مشکیه، ولی اگر که حالا نمیدونم تو دوربین چقدر مشخصه، قهوه‌ای کاملا سوخته است و اون حالت مشکی بودن رو دیگه نداره. از این رنگ استفاده میکنم و چند تا دسته مو اضافه میکنم. الان دیگه در حالت کلی کار خاصی ندارم، فقط میام یکم روی جزئیات کارم کار میکنم. مثلا میخوام بیام این قسمت مرواریدی که دور گردنش هست رو با رنگ نقره‌ای رنگ بکنم، یا این قسمت دم پاچه شلوارش رو اینا رو طلایی کار بکنم. یکم این جزئیات رو اضافه میکنم و در نهایت تصویر نهایی رو بهتون نشون میدم. اینم نتیجه نهایی کارمون. اگر این آموزش رو دوست داشتی برام کامنت بذار و این ویدیو رو برای دوستای خودت هم ارسال کن. دوستتون دارم.